حتی در حمله مغولا ایرانی اینقدر تحقیر نشده که چند اجنبی آفریقایی در خیابانهای ایران شعار مرگ بر وطن فروش بدن و در کنار قاتلان ما مردم ایران رو تهدید کنن. در همین خیابانهای ما که خون نیکا، خون خدانور و خون کیان روش ریخته شده، کار به جایی رسیده که امروز همچین آدمای پست بیگانه‌ای که هیچ چیشون با ما شبیه نیست راه میروند و به ما لعنت میفرستند. همین چند روز پیش 4 بچه رو اعدام کردند که عمر همشون رو سرجم کنی به عمر جنتی نمیرسن. وحشتناکه که این نازنین ها و این نخبه های ما کشته میشن، اعدام میشن تا اینها در رأس امور باشند و برای مردم ما تصمیم بگیرن. شما بچه ای رو کشتید که تنها داراییش لباس کاراته بود. بچه ای رو کشتید که از دار دنیا $0.5 هم نداشت. بچه ای رو کشتید که از دار دنیا فقط یک مادر دلسوز داشت. نوشتید که ساسان سنگ پرتاب کرده و حکم اعدام گرفته و اعدام شده. چطور؟ همین سنگ دست فلسطینی ها باشه از نظر صدا و سیما و از نظر شما آزادی خواهی است، اما دست مردم ایران باشه سزاش اعدامه؟ این همه قهرمان، ورزشکار و نخبه‌ای که چند روز پیش اعدام شدن یک پیام دارد: اینجا ایران است. موفق و قهرمان شی، به جای مدال تناب دار میندازن گردنت. عرفان شکورزاده، کارشناس ارشد مهندسی هوافضا و یکی از درخشان ترین ذهنهای جوان ایرانی رو اعدام کردن. من صفحه پروفایلش رو خوندم، مغزم سود کشید. اصلا این نخبه میتونست با تخصص خودش ایران رو نجات بده، ولی کشتنش. چرا؟ تا آقازاده رانتی بی سواد در مملکت جولان دهد. مغول‌ها برای نابودی یک سرزمین کتابخونه ها رو سوزوندن، نخبگان رو کشتن تا کسی برای ساختن نماند. قرنها گذشت، نظام جمهوری اسلامی همون پروژه رو تکرار کرد، ولی با تناب دار. اما مطمئن باشید که خون نخبه قبیله جهل و جهالت رو رها نخواهد کرد. این پدر ساسانه که جسد بچه‌ش رو بغل کرده و این برادر عامره که داره برادرش رو قبر میکنه. در کجای نوحه عاشورا و کربلای شما همچین داستان دردناکی هست؟ هر سال شما به عزاداری و نوحه سرایی خودتون یه چیزای اضافه میکنید تا سوزش بیشتر شه، ولی هنوز سوزش به درد مردم ایران نمیرسد. تمام جهان با شما آشتی کند، ولی تا یک ایرانی زنده هست این دردها رو فراموش نمی کند که بچه شیرخوار کشتید، رتبه 1 کنکور کشتید، قهرمان ورزشکار و کشتی کشتید، قهرمان کاراته کشتید. حالا کجاست علی زند وکیلی که بره دم دادگستری برای این بچه های اعدامی آهنگ بخونه؟ علی قمصری کجاست که بره دم اوین برای این بچه ها تار بنوازد؟ که زیر ساخت مملکت همین جوانان و نخبگان هستند. شما برای تلافی کشته شدن رهبرتون اسرائیل رو نابود نکردید، هیچ یک سرباز اسرائیلی هم نکشتید. افتادید به جون مردم ایران و هر صبح و با صدای این اذان یک جان ایرانی بالای زار می رود. دراکولا فقط یک داستان بود. از جنایات شما آیندگان چه خواهند نوشت؟